من حالا میخوایم از شما پرسان بکنم که همی جادو سحر که هسته چگونه کار میکنه؟ در شروع بگویم که سحر و جادو در نگاه اسلام حقیقت دارد. سلام دوستان، امید که خوب و سر حال بوده باشید. حتما در مورد سحر و جادو شنیده نیاش. سحر و جادو از نگاه شریعت اسلام حقیقت دارد یا خیر؟ ببینیم گفتنه های دکتر ذاکر نایک در مورد سحر و جادو، بشنویم که چی خواهد گفت. آخرین لحظات با ما همراه باشید. سلام، نام من مهدی احمدی است. محقق مضمون تاریخ هستم. من خودم دانشکده کامپیوتر ساینس نیز می باشم. سوال ما درباره سحر و جادو همسال همین چیزها است که مردم میگن. من میخوایم که مشخص درباره سحر و جادو با شما صحبت بکنم. یکی از افراد فامیل ما یک ورق را پیدا کرده بود در خانه که کلمات بسیار منفی نوشته بود. من حالا میخوایم از شما پرسان بکنم که همی جادو سحر که هسته چگونه کار میکنه؟ واقعیت دارد یا خیر؟ موجودیت جادو یا سحر در دین اسلام از لحاظ قرآن و حدیث آیا واقعیت دارد یا خیر؟ برادر ما بسیار یک سوال خوب کرد در مورد جادو و تاثیرات آن. در شروع بگویم که سحر و جادو در نگاه اسلام حقیقت دارد که در قرآن ذکر است، در سوره فلق و همچنین در سوره بقره وجود دارد. مگر ما نباید خود را با آن درگیر بسازیم، نباید این کار را بکنیم. ما باید به خداوند متعال پناه ببریم که در قرآن مجید در کلمات سحر ذکر شده است که در دو سوره آخر مزحتین، سوره فلق و سوره ناس که دربارش گفته شده است. در این دو سوره در مورد سحر و جادو گفته شده. ببینید، بعض ما انسانها جادو سحر را یک چیز عادی و نرمال فکر میکنیم که در آن موقع ما باید با قرآن مجید مراجعه بکنیم. در سوره هیل چپتر 16 و سوره انبیاء چپتر 20 برو پیش دکتر اگر دکتر نتوانست تشخیص بدهد و برو پیش یک ماهر. در همین بخش فقط ماهرش باید پیدا بکنیم، نه که اشخاص غلط تقلبی را. و در این بخش پیدا کردن یک شخص ماهر بسیار مشکل است. ما باید جستجو بکنیم، در هر حالش ما باید به خدا رجوع بکنیم و به قرآن و به حدیث پیامبر باید رجوع بکنیم برای کشیدن جادو. افراد زیاد ما در این است، ولی 99% تقلبی است. تقریبا 99% اینا. این تحلیل شخصی من است. تقریبا 99%شان که دوام میکنند تقلبی هستند. زیادتر آنها به خاطر پول این کار را میکنند. مرا اینقدر پیسه بده، 1000 2000 این کار را نکو، برو او کار را بکو، از این پرهیز کو، از این چیزی نکو، که فقط جیبهای خدا پر میکنند. اینا هن که در این بخش ماهر است که یک شخصی در سعودی عربی است که ماشاءالله بسیار لایق است که اصلا به خاطر پول این کار را نمیکند. پیش هر شخصی که شما میرین اگر نظر به قرآن حدیث پیامبر این کار را نکرد درست است. در غیر از او خودش و کارش اشتباه و تقلبی است. فرعون که تا آخرین لحظات با ما همراه بودید. نظرهای خوب و نیکتان با ما در بخش کامنت با ما شریک نمایید.